اینجا استراحت کنیم امیرالمومنین؟ چه چیزی شما را به گریه انداخته امیر؟ خدای را شکر به خاطر نعمتهایش. از امتحانش میترسم. لا اله الا الله العلی العظیم. هرچه بخواهد عطا میکند. من در این دشت بزرگ شترهای خطاب را میچراندم. او تندخو و خشن بود. از کار خسته می شدم. گاهی اوقات کتکم می زد. اکنون جز خداوند بزرگ مافوقی ندارم. دارد شترهای خطاب را اذیت کند. مگر خطاب عتبة ابن ربیعه بزرگ عبدالشمس است؟ و یا مانند ولید ابن مغیره بزرگ قبیله مخزوم؟ و یا ما همگی قریش و بزرگ عرب نیستیم؟ این مربوط به زمان جنگ با دیگر قبایل است، اما وقتی به مناطق خود بازگشتیم دیگر یکسان نیستیم. این هاشم است و آن عبدالشمس و دیگری مخزوم و آن یکی جمعه. سوای این چیزها مردم در دارایی و تجارت بر یکدیگر برتری می‌یابند. پس اگر از شتران پدرت غافل شوی و کسی آنها را به چنگ آورد، آنگاه حال که تجارت خوب است تاجر شوم؟ تجارت کنی؟ با دارایی چه کسی می‌خواهی تجارت کنی؟ برای پدرم خطاب. مادرت به عزایت بنشیند. دارایی خطاب برای خطاب تا او را بدبخت کنی؟ من که فکر نکنم تو از پسش بر بیایی. چه خوابی دیدی؟ نکند فکر میکنی پدرت روی گنج طلا و نقره خوابیده است؟ احساس میکنم که غلامت هستم نه فرزندت. دیگر با من بحث و جدل نکن. شترها را ببرند پسرم نیستی. مقداری آذوقه برمیدارم که آنجا شب از شدت گرسنگی نمیرم. نابود شوی، یتیم شوی. اگر اکنون اینجا استراحت کنی تا روشنی هوا نمیرسی. تو میدانی چقدر راه داری تا مکه؟ نکند گمان کردی من این مسافت را یک روزه تا مکه طی کردم. اگر به من رحم نمی کنی لااقل به الاغت رحم کن. ممکن است تلف شود. آخر پسر جان کی به تو گفت اینجا بیایی؟ مگر من به تو گفتم که برای خاله هایت هیزم جمع کنی؟ یعنی خوبی نکنم؟ خوبی به پدرت واجب تر است. این جلوی آن را نمیگیرد. خوبی به آنها بدی در حق تو نیست. عجله کن برو. من مشکل شما را حل می کنم. بگذار عمر امشب در مکه استراحت کند. من پیش شترها می روم و تا فردا مراقب آنها هستم. تو و شتر؟ تمجید بود یا تحقیر؟ هیچ کدامش نبود. برادرت تجربه هایی دارد که تو نداری و تو هم چیزهایی میدانی که او نمیداند. آنکه وفا کند نکویش نشود و نیکوکار مالندوزی نکند. کسی که از مرگ میترسد اگر به آسمان ها هم رود باز هم خواهد مرد. اگر صاحب فضلی کرم خیش را از قومش دریغ کند همگان از او روی میگردانند. چطور را در این وقت اینجا آورده؟ شر آورده یا کمی غذا برایت آوردم. این همه راه پیموده ای که فقط غذا بیاوری؟ با خرماهایم سر می کردم. از جلسه های قوم خسته شدم. یا سخن از اجداد یا حرف تجارت. جای تو اینجا خیلی بهتر از آنجاست. بدیش فقط غرغرهای خطاب است. مهم نیست. اینجا آرامتر هستم و لذت میبرم. شعر میگویم و آن را میخوانم. با شترها
اگر تو هم مانند من دوست باشی میفهمی که آنها نیازمند تدبیر هستند. طولی نمی کشد که تک تکشان را بشناسی. هر کدام نیاز و اخلاق و قدرت خود را دارد. همه در یک گله هستند ولی مانند یکدیگر نیستند. این را که درک کردی همه را اداره می کنی و مشکلی نخواهی داشت. مانند مادر برایشان دلسوزی می کنی. همین شیوه اداره کردن درباره انسان هم هست. امورشان با هرج و مرج پیش نمی رود. گوشه‌گیری خطاست. گرگ ها گوسفند تنها را می گیرند. انسان که متحد شود آن وقت است که هر کدام منزلت و عقل و شخصیت خود را خواهند داشت. همه به هم احترام می گذارند. بنابراین انسانها به هم وابستند و همواره به یکدیگر احتیاج دارند. به همین دلیل در کنار هم در امان هستند و اختلاف میان آنها عامل تفرقه است. خداوند به تو خرد و بینش بی‌نظیری عطا کرده است عمر. حتی بزرگان نیز مانند تو نیستند. این چیست؟ نگفتی دوست داری تجارت کنی؟ با کاروان قریش به شام برو، این را سرمایه خود کن. آن وقت از باغها و قصرهایش برایم بگو. به به، ببین که اینجاست. درود بر بزرگ غسان. اینطور صدایم نکن که به پادشاه روم گستاخی میکنی. حوصله درد سر ندارم، من فقط تاجرم. تاجر. حالت چطور است عمر؟ خوبم. تو چه؟ خدا را شکر من هم خوب هستم. اوضاع مکه چطور است؟ امن و امان. اینها که میبینی دوستان رومی من هستند. ما هم تجارت میکنیم. از تو برایشان گفته‌ام که منصفی، سر کسی کلاه نمیگذاری و جنسهای مرغوب داری و عالی و اصلا هنوز هم چرب زبانی را ترک نکرده ای؟ کالای من را نگاه کن بعد از آن تعریف کن تا ما را گرفتار زبانت کنی. تو فکر کردی میتوانی مرا فریب دهی؟ تا گران نداده ای گران نمیدهم. به تو میفروشم که از تو بخرم. اگر چرب زبانی کنی من هم مجبورم تملق تو را بگویم. یا اینکه حق برادرت را به رومیان میدهی. ما هم زبانیم و از یک قوم واحد. چه کسی را ترجیح میدهی؟ بله، در اصل و زبان با تو یکی هستم.
اما من و آنها در دین و وطن مشترک هستیم. مگر اینکه هم دین ما شوی تا از هر دو جهت برادر شویم. که میداند شاید پیش پادشاه روم روی و به تو سمتی دهد. اگر چنین شود شاید ترجیح دهی با کمال میل پیش ما بمانی. بدبختی و مشقت و خشکی سرزمین عرب کجا؟ باغ و بستانهای شام کجا؟ زیاد روی میکنی. من برای تجارت آمدم. دوست داری بردار وگرنه هیچ. برمیداریم. چه آورده ای؟ هر چه بخوایی داریم. عطر و بخور و صمغ و کندر و خرما. همین. آج چه؟ آج حبشه. من ندارم، ولی اگر بخواهی خواهم آورد. آبنوس چه؟ البته. می توانی برخی کالاها را برایم فراهم کنی؟ جنسهای مرغوب. احتکارشان می کنیم. بعد هم سهمی برایت در نظر می گیرم. بین خودمان باشد. چه شده؟ از پول بدت می آید؟ من هرگز این کار را نمی کنم. با این کار به برادرانم خیانت کنم، آن هم به این صورت، و تو را در ظلم و ستم یاری کنم؟ وقتی احتکار کنی قیمتها دست توست و هر چقدر بخواهی می فروشی. برای من در هر حال حق مهم است و راضی نیستم دوستانم را بفریبی. ظلم هم عاقبتی ندارد. چیزی که برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. چه کسی اینها را به تو گفته عمر؟ همان بت‌هایی که گرد آنها طواف می‌کنید؟ اگر دینم چنین نکند، اخلاق والا، جوانمردی و شرم و حیا چنین حکم می‌کند. اما دین تو کجا رفته است؟ دین تو درهم و دینار است یا چیز دیگر؟ حال که دینت تو را از این کار باز نمی‌دارد، پس انسانیتت کجاست مرد؟ شاید هم اخلاق رومیان بر تو اثر گذاشته است. شنیده بودم که بیشتر عرب‌های صحرانشین به خاطر رابطه ما با رومیان حسادت می‌کنند. به شکوه و قدرتمان. ما اینجا فرمانروا هستیم. شما سرور قومتانید و رومیان سرور شما. پیرو آنها هستید. از شما استفاده می‌کنند. در جنگ‌ها کمکشان می‌کنید، اما در حکومت نقشی ندارید. پس چرا حسودی نکنیم؟ کارمان که اینجا تمام شد، تو را به محله‌های دمشق میبرم، بعد به بازار جرجس تا بدانی چرا باید حسادت کنی. از سر را کنار مردک. آهای چه میکنی؟ چرا هیچ کاری نکردی؟ مگر ندیدی او سرباز رومی بود؟ بله، حال دانستم چرا باید به شما حسادت کنم.
اگر میخواهی بردار، اگر هم نمیخواهی بگذارش. نمیخواهم. معلوم هست چه میکنی؟ به خاطر 1 یا 2 درهم بانو را میرنجانی؟ سرورم، این اجناس مال شماست. من فقط یک فروشنده روزمزد و ساده هستم. این قیمت ها را هم پدرتان تعیین کردند. بنابراین به هر قیمتی که خانم راضی است به او بفروش. اطاعت سرورم. اگر زیبارویان زیاد شوند تو پدرت فقیر خواهید شد. اگر فراوان شوند که دیگر لازم نیست زیاد خرج کنی. گرانی طلا به کمیاب بودنش است و ارزانی دیگر چیزها به خاطر کثرتشان. ای مردم، ای بزرگان قریش، از چه وقت تا کنون نزد شما به کسی ظلم شده و حقش گرفته می شود؟ چه شده برادر قریزه؟ بزرگ بنی عامر، آیا راضی می شوی در حالی که در پناه شما هستم کسی حقم را بخورد؟ من کار اشتباهی نکرده ام. به خدای موسی که کردی. سال گذشته از من خرما و جو خرید و پولش رو به همراه نداشت. گفت تا سال آینده به من مهلت بده. آن وقت حقت را به تو باز میگردانم، یعنی قیمت و بهای آن، و در این مدتی که گذشته به خاطر تأخیرش بهره‌ای به آن تعلق میگیرد. آن را میگویم، اما امروز منکر حقم شده است. وقتی او بعد از فروش به یثرب بازگشت، به سراغ جنس ها رفتم. آنها را زیر و رو کردم و دیدم که فریبم داده است. جنس خوب را روی کار گذاشته بود و فاسد و خرابش را که به درد حیوان هم نمیخورد زیر آن پنهان کرده بود. او باعث شد که ضرر بزرگی ببینم. دروغ میگوید به خدا. وقتی فروختمشان که هیچ عیب و ایرادی نداشتند. اگر عیبی دارند حتما نزد خودش فاسد شدند. آخر تقصیر من چیست که او از آنها محافظت نکرده است؟ عبدالله. بله پدر. طلب برادر بنی قریزه را پرداخت کن تا اینکه یهود یثرب نگوید که پناه اوس و خزرج بهتر از پناه ماست. خداوند دروغگو را لعنت کند. به خدا که راست گفتی. خدا دروغگو را لعنت کند. اگر پناه ابو زید نبود که نشانت میدادم. کاش همه شماها را یک جا جمع کنند و به دریا بریزند. گمان کرده ای ما گوشت قربانی هستیم؟ بیرون میکنی؟ هنگامی که موعود ما آمد چون قوم عاد شما را نابود میکنیم. چطوری عیاش؟ موعود دیگر کیست؟ پیامبری که ظهور می کند و میگویند آمدنش نزدیک است. با عرب که دعوایشان می شود او را به رخ ما می کشند. اعتقاد دارند که او بر ما غلبه می کند. زهی خیال باطل. حریفی دیگری نبود؟ کسی جرأت دارد با من مبارزه کند؟ نشانش بده جوانان قریش چه میکنن. شکستش بده پسر. برو عمر، نشانش بده. آفرین عمر.
را بزن عمر، بزنش کند و دهانش را ببندد. او سرافرازی که خدا به قریش داده را نمایان کرد. ای پروردگار ابراهیم، خانه ات را که بزرگش داشته ای از آلودگی ها پاک کن و از آنچه این مردم می کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. شب بخیر ورقة ابن نوفل. تو پسر ابوطالب نیستی؟ علی هستم. حتما در این وقت برای کار مهمی آمده ای. ببینم پسرم، خدیجه به تو نگفت که چه کاری با من دارد در این ساعت؟ نه. تبارک اسم الله. اگر کلامت راست باشد بدان پسر برادرم که این همان فرشته است که بر موسی بن عمران نازل شده است. کاش هنگامی که قومت تو را طرد می کنند زنده باشم، چرا که هیچ کسی آنچه تو آوردی نیاورده مگر اینکه از دیارش. اگر آن روز زنده باشم با تمام توان تو را یاری خواهم کرد. به خدا قسم مردم از او نمیپذیرند. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. صدق الله العظيم. صبح بخیر ابابک. صبحتان بخیر. با ما به دارالندوه نمی آیی؟ مجالس ما را رها کرده ای؟ چیزی نیست، فقط کمی مشغولم. شما بروید. نمیدانم چرا مدتی است به مجالس ما نمی آید. گویا موضوع مهمی پیش آمده و از ما پنهانش می کند. پیش از این مرد بسیار خوشمشربی بود. عمر، حالت چطور است ابن خطاب؟ جایهایم را میبینم خوبم. پس با ما بیا، یا اینکه تو نیز کار داری؟ من نیز هیچ کاری مرا از همراهی قومم باز نخواهد داشت. برویم. ابوبکر. عثمان کجا می روی؟ به مجلس قوم. آیا جلسه مهمی دارند؟ مانند همیشه است. اگر چیزی غیر از این بود اول از همه تو میفهمیدی. ببینم اتفاقی افتاده. اگر صلاح میدانی به من بگو. از هیچ کمکی دریغ نمی کنم. من چیزی میدانم که رستگاری تو در آن است
کسی هم نیستم که خوبی ها را تنها برای خود بخواهم. تو بهترین دوست منی. تو هم همینطوری. ولی موضوع چیست؟ امروز مجلس قوم را رها کن و با من بیا. درباره برادرت چی میگویی؟ که تو؟ آیا تا به حال دروغی به تو گفتم؟ تو نیکوکار و راستگو هستی. و راستگوتر از من محمد ابن عبدالله است. او مرد بزرگی است، صادق و امین است. ولی چه ربطی به او دارد؟ واضح بگو. باید قول بدهی آنچه میگویم را نزد خود پنهان داری، چه بپذیری و چه نپذیری. فکرم را مشغول کردی. به تو قول میدهم. حتما موضوع مهمی است که از من قول میگیری. ولی همین گونه است. موضوع بسیار مهمی است. عرب پیش از این چیزی به چشم خود ندیده. رستگاری دنیا و آخرتش در همین است. آخرت؟ یعنی چه؟ حال پسرعمویت چطور است؟ محمد را میگویم. به لطف پروردگارش خوب است. خدایش کیست؟ امروز هم تو را با او در شعب دیدم. بله. آن کاری که انجام میدادید دیگر چه بود؟ سجده کرده و بر میخواستید، اما مانند سجده های ما نزد بت‌ها نبود. قبلا هم ندیده بودم تو و پسرعمویت به بت‌های من سجده کنید. داشتیم نماز میخواندیم، نمازی که خدا بر پیامبرش واجب کرده است. پیامبر؟ منظورت؟ برادرزاده‌ات محمد. بله، او پیامبر خداوند است. خداوند کلام خود را بر او وحی میکند، قرآن، و من بر دین او هستم، اسلام. کجا می روی عمار؟ کمی کار دارم پدر. چند وقتی است که می روی و غیبت می زند. من هم که اصلا نمیدانم چه می کنی. هر وقت می پرسم می گویی کار دارم. این دیگر چه کاری است؟ با تو نیز هستم. خانه اباحکم می روم. همسرش گفته مرا کار دارد. بگو برای خدمتکاری. دست بر نمی داری؟ خدمتکارش مریض شده. بنی مخزوم به گردن ما حق دارند. ما را آزاد کردند. آزاد کردند؟ ما که بردهشان نیستیم. اگر هم در گذشته کنیز یکی از آنها بودی، اکنون آزاد شده ای و همه چیز تمام شده. تو آزادی. چرا بنی مخزوم هنوز تو را به خدمت میگیرند؟ گویی که هنوز... نه پسرم، وقتی توانش را نداریم مقاومت نمی کنیم. فضل مردم را انکار نکن. من از یمن به این سرزمین آمدم و بنی مخزوم با روی خوش به من پناه دادند و مرا آزاد کردند. سرم را هم برایشان میدهم. ما همه بنده خداییم. چه گفت؟ خوش آمدی عمر. بنشین، اینجا بنشین. حال خطاب چطور است؟ خوب است. دیدن دایی هایت آمده ای یا کاری داری؟ برای هر دو. خب ما را که دیدی، کارت چیست؟ زمزمه هایی به گوش میرسد که خوشایند نیست و شما هم از آن بیخبر نیستید. منظورت محمد است. اگر راست باشد ما هنوز هیچ مدرکی علیه او نداریم. هدفش را نمیدانیم. نمیدانیم مشکلی دارد یا اعلام جنگی علیه ماست که باید جدی بگیریم. شنیدم محمد پنهانی کسانی را به سوی دینش فرا میخواند و فکر میکند او را میپذیرد. چرا از ما شروع نکرده؟ ما بزرگان قریشیم. بنابراین درست حد زده. ما که قبول نمی کنیم. اول سخنش را بشنوید. نیازی به شنیدن سخنش نیست. همینقدر بس که او دین اجدادی من را انکار کرده. این بی احترامی است. او به تمام ارزش‌های ما پشت پا زده و مضحکه همه شده این. اگر گمان کرده پیامبر است، یعنی به ما میگوید
اگر میخواهید رستگار شوید باید از من پیروی کنید. بعد از کشمکش با بنی هاشم بگوییم غلط کردیم و ما را ببخشید. قوم ما برای ریاست جنگیده، پس شرف و آبروی من چه می شود؟ و چون میداند ما راضی نیستیم که آنان ریاست کنند، گفته نمیگویم پیرو بنی هاشم باشید، بلکه خدایی را بپرستید که من پیامبرش هستم برای همه بشریت. و این انسان نیست؟ آیا تو انسان نیستی سمیه؟ بله، یعنی نفهمیدم منظورتان چه بود. چیزی گفتم که راضی باشی. این زنی عاقل است، میداند چگونه سخن بگوید. بله، بگو و نترس. تو انسان هستی، اینطور نیست؟ بله سرورم، من انسان هستم. بسیار خوب. ما چه هستیم؟ شما هم همینطور سرورم. همینطور؟ انسان ها درجاتی دارن سرورم. ما آزاد شدگان و پیروان شما هستیم. به شما نگفتیم سمیه زن عاقلی است؟ پسر عمویم ابو حذیفه کار بسیار نیکی کرد که این زن را آزاد نمود و به ازدواج یاسر درآورد. دستت درد نکند، من شیر نمیخورم. ممنون. منظورم را فهمیدی؟ اینکه محمد مردم را فرا میخواند در واقع میخواهد قدرت را به دست بگیرد تا مردم مطیع و بنده او شوند. نمیگذارم، با همه توان جوابش را میدهیم. سمیه، شب که رسید برای فقرا و مسافران غذا بپز، برای همه، کم نباشد. اطاعت سرورم. اکرمه، غلامان را بفرست تا برای شام دعوت کنند. هر میهمان و مسافر و فقیری را که دیدید دعوتش کنید. نباید کسی از ما پیشی بگیرد. این هم مجلس زنان. در بین مجلس زنان نشسته ای پسر؟ مرد شده ای؟ خدایان نگهدارتان باشه. به به، خبرها درست بوده. شنیدن کی بود مانند دیدن. پس نمازتان این است. ما درباره محمد و دین تازه چیزهایی را شنیده بودیم، ولی گمان میکردیم فقط یک شایعه باشد، ولی نمیدانستیم حقیقت دارد یا نه. چه منظره زشتی. به نظر می آید در حالی که ما در غفلت به سر می بردیم و بی توجه بودیم، مثل اینکه تعدادتان روز به روز افزون گشته است. ابا سفیان، ما تلاش کردیم تا با دینمان شما را نرنجانیم. شما هم چنین باشید. خودت هم می بینی اینجا نماز می خوانیم. این عمل ما فرمان رسول خداست. رسول خدا؟ خداوند خواست که ما را در این حال ببیند. به ما کاری نداشته باشید. رهایمان کنید. ما با شما کاری نداریم، شما هم ما را رها کنید. هر روز چیزهای عجیبتر میبینیم. عجیب. عبدالله ابن مسعود، حتی پسر ام عبد. ببین چوپان عقبت ابن ابی معیط در برابر بزرگان قریش زبان درازی میکند. ما و خودت را یکسان شمرده ای؟ کاری به کارتان نداشته باشیم تا شما کاری با ما نداشته باشید. آخر تو چگونه میتوانی با این اراذل اوباش باشی ابن سعد؟ ناسلامتی تو از بزرگان قریش و بنی زهره هستی. شاید از من بهتر باشد. تو از آنان هم بدتری. کوتاه بیا مرد، رهایمان کن. سوگند به لات و عزی حساب همه اتان را میرسیم تا دست از جهالت برداریم.
خدایان لعنتتان کنه. چه اتفاقی افتاده؟ چیزی نیست. بگو چه شده؟ با هم به سختی زد و خورد کردیم. گمانم امروز بدترین روز عمرم بود. با چه کسی دعوا کردی پسر؟ ابو سفیان و همراهانش. چه گفتی؟ ابو سفیان و دار و دستش. ابو سفیان؟ بزرگ عبدشمس؟ تو که هستی که با بزرگان قریش درگیر شوی و این گونه با جسارت و تندی درباره‌شان سخن بگویی؟ دیوانه شده ای یا فراموش کرده ای که هستیم؟ بله، ما از قریش نیستیم، از انس هستیم. ما را آزاد کردند. مادرم کنیز ابو حذیفه مخزومی بوده. همه اینها را میدانم پدر. به علاوه جوانان قریش دائما به یادم میآورند. چگونه جرأت میکنی؟ پدر بنشین پدر جان، بنشین. و شما نیز مادر جان. از شیطان ملعون به خداوند پناه میبرم. به نام خداوند بخشنده مهربان. و سوگند به شب در آن هنگام که می آرامد پروردگارت تو را رها نکرده است و سوگند به روز دشمن نداشته است و قطعا آخرت برای تو از دنیا نیکوتر خواهد بود و به زودی پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند گردی. آیا یتیمت نیافت که پناه داد و تو را سرگشته و حیران نیافت و رهنمودت کرد و تو را فقیر و بی چیز نیافت و ثروتمند و دارایت کرد؟ پس با یتیم تندی مکن و درخواست کننده را با خشونت مران، بلکه نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. این خبرهای بد چیست ابو سفیان؟ آیا چیزهایی که شنیده ایم حقیقت دارد؟ بله، درست شنیدید. هنگامی که آنها را مشغول عبادت دیدید چرا به حال خود رهایشان نکردید؟ تا کی مانند شترمرغ رفتار میکنید؟ آتش را شعله ور نکن دخترم. بنابراین قبول دارید که آتش است و در آغاز جرقه است. خاموشش نکنید ناگهان گر میگیرد و به خانهتان شعله میکشد. آنان خیشانمان هستند. میخواهی به خودمان خنجر بزنیم؟ انگشت فاسدت را رها کنی تمام اعضای بدنت را فاسد میکند. پس عقل حکم میکند آن را قطع کنی تا دیگر اعضای بدنت سالم بماند. دین خودش است. به ما چه؟ محمد کاش دینی برای خود انتخاب میکرد و تنها به کوه میرفت و فقط عبادتش را میکرد. اما او مردم را به سوی دینش دعوت میکند. آشنا و غریبه همگی دعوت او را پذیرفته اند. آنان را میشناسیم: ابوبکر، عثمان ابن عفان، عثمان ابن مظعون، سعد ابن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف و بعضی دیگر هم از بیچارگان قوم. هر کس که به او بپیوندد از دستتان رفته و علیه شماست. خواهید دید که از او فرمان میبرند نه از شما. محمد که بزرگ شود قطعاً بنی هاشم نیز چنین میشوند. میدانید که ما بنی عبدالشمس و آنها با هم رقیبیم، با این تفاوت که ثروت ما بیشتر است. برادرزاده ابو طالب گمان کرده که خود پیامبر است و شما هیچ نیستید. ولی هدف او عبدالشمس نیست. یعنی بس دیگر کافی است. ما اینجا درباره محمد حرف میزنیم. او از ما نخواست دینش را بپذیریم یا دین اجدادی ما را محکوم نکرده. گرچه عده‌ای به او پیوستند، تعدادشان اندک است. نه،
ما نباید رابطه ایمان را قطع کنیم. او از قوم بنی هاشم است، ولی ما و آنها در عبد مناف به هم میرسیم. آنها خویشاوند نزدیک ما هستند. پس میگویید محمد و یارانش را رها کنیم تا کارشان بالا بگیرد؟ صبر میکنیم تا بهانه‌ای دستمان دهند. هر وقت که دشمنی را آغاز کنیم تمام تیره‌های قریش با ما خواهند بود. بنی هاشم هم مختار است. یا قطع رابطه میکند که در این صورت ضعیف میشود و یا اگر هم نخواست حمایتش میکند. پیامدهایش را به جان میخرد و به قبایل پشت میکند. پس در این صورت عبدالشمس سرور بیرقیب قریش خواهد بود. اندیشه کنید و بردبار باشید. ادعای نبوت محمد هم میتواند به نفع ما تمام شود و هم به ضرر ما. به خودمان بستگی دارد. زرنگ باشید. این نظر من بود. بشنوید و اطاعت کنید. به خدا این سخن نیکویی است. کلام بشر نیست. گویی پرده‌ای که بر چشمانم بوده کنار رفته. خدای یکتا تمامی ما را از یک جنس آفریده. همه یکسانیم، برادر هستیم و برابریم. کسی بر دیگری برتری ندارد مگر در تقوای الهی و استقامت در راه حق و عدل و نیکویی و اعمال پسندیده. اما با اینکه امروز سعد با شما بوده، ابو سفیان و یارانش چنین کردند و چنین خشن و بدرفتار بودند. پس ببین با ما دیگر چه خواهند کرد اگر دینشان را رها کنیم و از ایشان جدا شویم. ابا عمار، هنگامی که با سخنان پسرت و آنچه از پیامبر خدا نقل کرد حقیقت این جهان رو فهمیدی؟ از که باید بترسی؟ ارباب ما بنی مخزوم یا خداوند بزرگ مهربان؟ درست است. من کنیز ابو حذیفه مخزومی بودم. او بخشنده و نیکوکار بود. مرا شوهر داد و آزادم کرد. اما هیچگاه یادشان نمی رود که روزی کنیزشان بودم. همیشه به من میگویند کنیز ابو حذیفه. اگر روزی یکی از آنان مرا دعوت کند به خاطر کار کردن است. هرگز با آنها روی یک فرش نمی نشینم. اما اکنون دانستم که من بنده خدای یکتا هستم. بر هیچ یک از خلقش روا نیست شریک خدا باشد یا اینکه سلطه‌ای بر من داشته باشد. اما اکنون مرا نزد پیامبر ببر تا مثل تو پیمان ببندم و مسلمان شوم. اگر هم پدرت بخواهد از ترس بنی مخزوم در گوشه‌ای بنشیند، حق انتخاب دارد. من در هر کاری از او اطاعت خواهم کرد جز در مخالفت با فرمان خدا. نشان بده چه میکنی؟ از این کار خوشم نمی آید. اگر نظر تو را پرسیدم هرچه میگویم انجام بده. برو. پدرت به او ستم کرد. ابن حمامه عریف این پهلوان نخواهد شد. بجم ابن حمامه، امروز خودی نشان بده.
اگر شکستش دهی پیش من جایزه داری. پهلوان است. زنده باد وحشی. دلش برای برادرش سوخت. ای بی ارزه، پس تو به چه درد من میخوری؟ حیف نان، پوستین شیر و دل موش. برو راه بیا. تویی؟ امروز کارت خیلی خوب بود. کسی مرا ندید. نگفتم به دیدنم نیا؟ از سرورت میترسی یا مردم؟ این نگرانی من به خاطر توست. میدانی سرورت امشب از تو خیلی راضی است چون همه رقبا را شکست دادی. اما مردم اهمیتی به من و تو نمیدهند. همانطور که دیدار دو حیوان برایشان مهم نیست. پس برو با سرورت سخن بگو. مخالفت نخواهد کرد. هنوز هم برده را به ازدواج کنیز در می آورند. هنوز وقتش نیست. وقتش کی است؟ نمیدانم. اینقدر با من بحث نکن. من ساده فکر می کردم امشب تو سر حالی. ریحانه، چرا مرا درک نمی کنی؟ به خدا قسم دوست دارم همین امروز با تو ازدواج کنم. ولی تو هیچ کاری نمی کنی. چون نمیخواهم فرزندی بیاورم که مال خودم نباشد. همانند حیوانات میخواهم اول آزاد شوم. حیوان میتواند عاشق شود و ازدواج کند؟ آنها هم ما را به چشم یک حیوان میبینند. به احساسمان اهمیت نمیدهند چون ما برده ایم. فکر میکنی که جبیر ابن مطعم تو را آزاد کند؟ امیدوارم. تا آخر ما را با این خیال پردازی هایت بدبخت میکنی. بیهوده در انتظار آن روز نباش. به قول معروف راحتی در یأس است. راحتی دیگر مرگ است که برایم بهتر است.
بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم. بشتابید. محمد میخواهد دعوتش را به همه اعلام کند. قسم میخورم آنچه دیروز فقط سخنش بود امروز در حال آشکار شدن است. در حال آشکار شدن است. ای بنی هاشم، سخنان برادرزاده محمد را شنیدید. میدانید که او صادقترین، امینترین، خوشروترین و مقبولترین بین ماست. و هنگامی که از شماها پرسید که اگر به شما بگویم که در پشت این کوه اسبای دشمن در حال تاختن است، آیا سخنم را باور میکنید؟ همه گفتید بله، ما تا به حال دروغی از تو نشنیدیم. سپس شما را به سوی دینش فراخواند که نپرستید جز الله را. بدانید که او فرستاده خداست و اکنون شما در انتخاب او و دینش آزاد هستید. من شما را جمع نکردم که این چیزها را بگویم. از زبان خودش بشنوید و دلیلهایش را بدانید خیلی بهتر است. ولی میدانم امر بزرگی با خود آورده که قریش تا کنون به چشم ندیده است. و من در میان شما چهره‌های عبوس و در هم کشیده مشاهده می کنم که ناخشنودیشان هویداست. طولی نخواهد کشید که تصمیم بگیرند و بخواهند به محمد آسیب و ضرری برسانند. اما من به خدا سوگند برادرزاده‌ام را به هیچ کس واگذار نخواهم کرد و میگویم فرمان را اجرا کن. به خدا سوگند تا آنجا که میتوانم از تو حمایت میکنم. این سخن من به شما بود. به خدا این ننگ است. من به شما میگویم این دیگر شرم‌آور است. ای بنی هاشم، از من هم بشنوید، زیرا من عمویش هستم. سوگند میخورم هیچ کس چیزی بدتر از آنچه محمد آورده کسی برای قومش نیاورده. دین پدران و نیاکانش را رها کرده. سپس خدایانتان را بد خواهد گفت. فردا که تمامی عرب با شما دشمن شدند چه میخواهید بکنید؟ ما توانایی رویارویی با تمام عرب را داریم. بنابراین فقط قوم و طایفه‌اش هستند که میتوانند جلوی او را بگیرند. این کار بسیار آسانتر از مقابله با کل قریش و عرب‌های دیگر است. نه به خدا قسم، تا جان داریم از او دفاع میکنیم. ای بنی هاشم، سخنانم را شنیدید و نظرم را دانستید. اکنون که با من است؟ تو سرور و بزرگ ما هستی ابا طالب، پس همگی با تو هستیم. پس همه برگردید. چه احساسی داری؟ همون احساسی که تو باید داشته باشی. احساس هر قریشی نسبت به قومش که غیرت دارد و نمیخواهد اتحادشان از بین برود و کم کم ارتباطشان قطع شود و در میانشان عداوت و دشمنی حاکم شود و در نتیجه سست و بی اباحت شوند. یعنی چنین می شود؟ وای بر تو برادر، فکر میکنی آسان است که اگر خواستی بپذیری و اگر نخواستی رد کنی؟ ما اهل حرم هستیم. عرب ها برای ما حرمت و بزرگ داشتی چون حرمت حرم قائلند. فرمان برداری از ما دین است.
هر کس از امر ما سرپیچی کند در واقع از امر خدایان سرباز زده است. تجارت عمر، حرم و تجارت. قریش با این دو زنده است. این و آن باشد تا زمانی که خداوند قریش را خادم حرم قرار داده و اموالش را برای مهمان نوازی از زائرانش به سوی قریش سرازیر می کند مشکلی نیست. بله، به خاطر حرم بود که اموال قریش زیاد گشته و بر عرب برتری یافته و مطیعش شدند. پس آنگاه که در میان قریش دو دستگی رخ داد وضعیت عرب چه می شود؟ مادامی که آنها بگویند دین قریش برحق نیست و بگویند اگر دینش را تغییر ندهد حرمت و برتری ندارد و از آنها پیروی نمی کنیم، و باز بگویند مناسکشان را به جای نمی آوریم و اگر این کار را نکنند ما در خانه های خودمان عبادت می کنیم، یا اینکه اگر بتوانیم همان گونه که دینمان به ما فرمان داده در حرم مناسکمان را به جای خواهیم آورد و بخواهند که در آنجا نماز به پای دارند و دین خودشان را تبلیغ کنند، پس قریش باید کجا رود؟ چه چیزی از قریش باقی میماند؟ نظر من این بود: تمام بنی عدی را علیه او میشوند، کوچکشان و بزرگشان. چه شده؟ دیر نکنی که بزرگان قریش منتظر هستند. همگی اکنون در دارالندوه گرد آمدند. تو میگویی بزرگانشان؟ مرا چه به آنها؟ چگونه این را میگویی؟ مگر نمیدانی که همگی گرد آمدند تا درباره محمد و دینش تصمیم بگیرند؟ از هر تیره از تیره های قبیله قریش نماینده ای آمده است. تو نمیخواهی از بنی عدی کسی حاضر باشد؟ پس تو از طرف بنی عدی برو. اما تو از من بزرگتری. هم قریش میداند و هم من که تو از من بهتری، استوارتر، شیواتر و خوش سخنتر هستی. بس است. به خدا سوگند تو منظور دیگری داری. تو میخوای؟ خدا میداند که ناروا نمیگویم. چه اشکالی دارد که برادر عاقلم از من پیشی بگیرد و خطاب او را در مجالس قوم به جای خود معرفی کند؟ قوم عدی نیز این را قبول دارد و تو را برگزیده. قریش هم پذیرفته و میخواهد که تو نمایندش باشی. من هم که راضیم. ولی من راضی نیستم. هر کسی را بهر کاری ساختند. اگر نظر جمعی شما خیر باشد برای آل خطاب بس است که یکی از افرادش حاضر باشد. اگر شر باشد باز هم کافی است که یکی این شر و بدی را دور کند. همچنان سرگرم بازی هستید در حالی که پدرانتان مشغول تصمیم گیری درباره محمد هستند. بزرگان هستند، تصمیم میگیرند و ما شمشیر میزنیم. از من کوچکتر است ولی برای خودش کسی شده. بهتر بود اینجا می نشست. خطاب جای خود را به او داده و عدی هم راضی است. شایستگیش را دارد، هرچند کمی تند است. چیزی درباره‌اش نگویی که با ما خویشاوند است. خالد درست میگوید. که گفته که من میخواهم چیزی بگویم؟ از نگاهایت کاملا پیداستم. من مردم را خوب میشناسم. خب بیا امیر، 2 شتر برای من و صفوان شرط ببند. 2 شتر؟ 1 شتر کافی نیست؟ اگر برنده شوی 2 برابر خوشحال میشوی. اگر ببازم قصه‌ام 2 برابر میشود. ببینید که صفوان ابن امیه از فقر میترسد. کسی که هر شب برای میهمانانش گوسفند سر میبرد. برای اینکه قربانی سودمند است، اما خسارت چه؟ فایده اش چیست؟ چه گفتی؟ قضا میدهی تا بگویند صفوان ابن امیه ابن خلف کریم عرب است. اگر بگویند اصلا اشتباه نکردند، اما درباره تو چه میگویند؟ میگویند هر وقت مردم سرگشته میشوند
مشکل گشایشان امر است. نمیدانم آیا این هم نوعی زیرکی است یا حقه‌ای در کار است. من که کاملا گیج شدن شدم. ندارد. اگر به نفع ما شد که زیرکی است تو چه بهتر، ولی اگر به ضرر ما شد نیرنگ است دیگر. ها نگفتی دو شطور قبول است؟ قبول است. از چه شروع کنیم؟ از صفان. حسابی ترسیده. باختی پسرمو. با پسر عمویت چنین میکنی؟ نه من کاری نیستم، فقط براتون قرعه انداختم. اشکالی ندارد، هم ثروت تو زیاد است هم ثروت پدرت. اگر ضرر کردی به دادت میرسد. ثروت من و پدرم بیش از اموال پدرت نیست. ولید ابن مغیره رباخاریش مکه و طائف را بیچاره کرده. بلات و عزا توسل کردم. پس چه شد؟ قبل از این که هر کاری کنم قربانی نذر میکنم. بکش و بده، بکش و بده. شاید هم صداقت انقدر بلند نیست که آنها بشنوند. شاید هم شطور خوبی نیست. بازی نمی کنی هم؟ دوست از صفان با وجود اینکه گرد لات و عزا طواف کرده و همیشه از دارایی شترانش هدیه می آورد، دعایش را نپذیرفتند. پس تکلیف عمرو ابن عاص چه می شود؟ که شاید بیشتر از 1 ماه است جز 1 بز نحیف قربانی نکرده. و تو ابا جندل؟ ابو جندل حواسش به سخن بزرگان است. یک خدا را جایگزین خدایان می کند. می خواهد بت‌های من را رها کنیم. سپس می گویند او هیچ آزاری به ما نرسانده است. اگر خدایان من را رها نکنیم مشکلی به وجود نمی آید. نکند می ترسید شما را از دین پدرانتان گمراه کند. بنابراین شما به دین خودتان شک دارید. مردم همه یکسان نیستند ابوالولید. بزرگان ما اکنون کجا هستند؟ ابوبکر کجاست؟ عثمان کجاست؟ ابو عبیده کجاست؟ عبدالرحمن ابن عوف کجاست؟ افراد دیگر نیز پشتشان به قوم و قبیله خود گرم است. پس ظهور دین محمد برایشان مهم نیست.